الله تعالی در سوره نمل آیت 79 میفرماید که ما از شما از زنهای شما برای شما فرزندا و از فرزندانتان فرزندزادگان یعنی نبیرگان برای شما داده ایم. و در سوره تغابن آیت 14 الله تعالی میفرماید که بعضی از زنان و فرزندان شما دشمنان شما هستند. درباره همین آیات ها فهم میکنه؟ بله، الله تعالی میگه که این من ازواجکم، یعنی از بین همسران شما و فرزندان شما شخصیت های که برای شما دشمن هستند. چه خیل برای چی روزه نداشتی؟ گویم میگم مقصد باید فرزندام خانونم، فرزندام طعام دهم، لباس دهم، برای همین من کارم وزنین است، برای همین روزه نداشتم. برای چی نماز قضا کردی؟ میگن خیلی مشغولی به تجارت بودیم، مشغولی به کار بودیم، نماز قضا کردیم. یعنی به کدام خاطر قضا کردید؟ یعنی به خاطر همین زن و فرزندا، یعنی که اینا در این حالت دشمنی شما هستند. یعنی که نه، این خیلی نه که دشمنی شما، یعنی که مطلقا به الله تعالی من گفت، من یعنی بعضی، نه همه آنها. مادامی که شما رو به گناه میبرد، در این صورت آنها دشمنی شما هست. یعنی از رحمت الله تعالی من کند زن و فرزندتان، به خاطر زن و فرزند شده از عبادت مانید، به خاطر زن و فرزند شده گناه به دست زنید. البته الله تعالی راه حلال بیان کرده است در همه کارها، لیکن در این صورت اینا گویا به منزلت دشمن هستند. همین فرزند گفته، زن گفته خودتون عذاب دادید، صرفه کردید پول، حتی به خودتون هم تبابت نکردید، اقلا در وگان ها زندگی کردید، اونا در قصر 3 خانگی زندگی دارند، 3 آشیانه، اگر در دستاشون تلفن های آیفون گناه میکنن. شما در اینجا پول میخرید، پول کار میکنید، با اونها میفرستونید، تلفن خریده میدید، اونا شب و روز در گناه هستن. کی گناهش به کی است؟ به شما است که خریده دادید، شما است که نظارت نکردید. پگه جواب میگویید از بول همسرانتون، از بول فرزنداتون عذاب گرفتار میشید. در این صورت اونا دشمنای شما هستند. اگر آنها به شما کمک کنن و نماز خوانن و ذکر کنن و عبادت کنن و بندگی کنن، به عبادت الله تعالی مشغول شدن، در این حالت اونا یاردمچی های شما هستند. لو كان من عند غیر الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الله تعالی میگه که اگر این قرآن از غیر الله تعالی میشد، در این قرآن اختلاف زیاد میافتید، به همدیگر سخنهای زید میافتید. در این قرآن دو سخنی به همدیگر زید نیست. شاید ظاهرا زید هست به فهمی من و شما، لیکن اگر اونو درست فهمید زید نیست به همدیگر. بله.